روستای ونفونگ شهر فوگینگ استان فوجیان چین یه خونه 4 طبقه قرمز رنگ بین تمام خونه های روستایی خودنمایی میکنه. این خونه متعلق هستش به خانواده چن که 4 تا بچه دارن. 2 تا دختر کوچیک‌تره به نام باولان 25 ساله و باوچن 22 ساله یه جور دیگه ای عزیز کرده خانواده بودن. یه دختر و پسر دیگه هم داشتن که دختر بزرگ خانواده هم ازدواج کرده بود. بعد از اینکه دخترها دبیرستانشون رو تموم میکنن، پدرشون که سالها بود زحمت کشیده بود و برای آینده بچه‌هاش پس‌انداز کرده بود 2 تا دخترها رو میفرسته ژاپن برای ادامه تحصیل. با وجودی که فاصله‌شون از همدیگه خیلی زیاد بوده، ولی هر روز با همدیگه ویدیو کال میکردن و تقریبا خانواده در جریان تمام کارهای 2 تا دخترشون قرار داشتن. یه روز تو سال 2017 طبق معمول همیشه مستر چن با دخترها تلفنی صحبت میکنه و بهشون قول میده که به زودی براشون یه مقدار زیادی خوراکی و سوغاتی‌های چین رو بفرسته. اما از فردای اون روز 2 تا دخترش ناپدید میشن. خانواده خیلی نگران میشن به خاطر که اصلا سابقه نداشته که حتی یک روز از دخترها بی‌خبر باشن. اما 1 هفته بعد یک خبر خیلی شوکه کننده از ژاپن به خانواده‌شون میرسه که خانواده رو تا آخر عمر از هم میپاشه. سلام دوست قشنگم، خوش اومدی به چنل خودت. من نفیس هستم و اینجا براتون پرونده های جنایی رو تعریف میکنم. اگه به این ژانر علاقه داری حتما از این پایین دکمه سابسکرایب رو بزن. لایک و کامنتات هم به من خیلی انرژی میده. این پرونده حرص منو خیلی درآورده. فکر کنم حرص شما رو هم خیلی در بیاره. تا آخرش با من همراه باشید. پنجشنبه 13 جولای 2017 حدود ساعت 11-12 شب بوده که ماشین پلیس داشته توی یک جاده جنگل کوهستانی متروکه خارج از شهر هادانو تو استان کاناگاوا عبور می‌کرده. یه هفته بوده که خبر مفقودی دخترها رو به پلیس داده بودن و الان پلیس داشته دنبالشون میگشته. به یه قسمتی از جاده که میرسن ماشین پلیس رو میذارن کنار، افسرها از ماشین پیاده میشن، چراغ قوه رو روشن میکنن، میندازن این طرف و اون طرف و سعی میکنن که کوچکترین چیز از نظرشون پنهان نمونه که یهو تلفن یکی از افسرها به صدا در میاد. با تلفن یکم صحبت میکنه و بعد به بقیه افسرها اشاره میکنه با همدیگه میرن به یک قسمتی. هر چی داشتن به اون قسمت نزدیکتر میشدن بوی تعفن خیلی بیشتری به مشامشون میرسیده و با توجه به تجربه و سابقه‌ای که همشون داشتن میدونستن که این بویی که داره به مشامشون میرسه بوی تجزیه و فساد جسده. دقیقاً نیم متر بعد از جاده میرسن به 2 تا چمدون که وسط بوته ها افتاده بوده. در چمدون ها رو با احتیاط باز میکنن و متوجه میشن که توی هر کدوم از چمدون ها جسد یکی از دخترهایی که گزارش مفقودیشون رو به پلیس داده بودن وجود داره. جایی که جسدها پیدا شده بوده 38 کیلومتر با خونه دخترها فاصله داشته. کارشناس پزشکی قانونی هویت دخترها رو تایید میکنه و زمان تقریبی مرگشون رو حدود 1 هفته حدس میزنه. بریم یه کوچولو آشنا بشیم با این دخترها و شرایط زندگیشون توی ژاپن. گفتم که 2 تا دختر توی خونه روستایی به دنیا اومده بودن و موقعی که جفتشون درسشون تموم شده بود پدرشون فرستاده بودشون به ژاپن و این یه چیز روتین بود توی چین. تقریبا میشه گفت که توی هر خانواده چینی یکی از اعضای خانواده خارج از کشور درس میخونه و اینجوری بوده که آقای چن هم به خاطر اینکه خیلی دلش می‌خواسته بچه‌هاش حتما به یک جایی برسن خیلی سخت کار کرده بوده و یک مقداری پول پس انداز کرده بوده. وقتی که باولان درسش تموم میشه میفرستتش ژاپن و از اونجایی که باولان میدونسته وضعیت زندگیشون جوری نیستش که پدرش بخواد هی براش پول بفرسته، مجبور میشه در حالی که داشته توی یک آموزشگاه طراحی دوخت میخونده در کنارش هم یک کار نیمه وقت انجام بده. و خب هزینه‌های زندگی براش جوری بوده که گاهی اوقات حتی مجبور می‌شده که درسشو بذاره کنار. به خاطر همین یک کمی طول میکشه تا درسش تموم بشه. این یکم تقریبا میشه 8 سال و الان هم یه 6 ماهی بوده که درسش تموم شده بوده و داشته به عنوان پیش خدمت به صورت تمام وقت توی یک رستوران کار می‌کرده. باوچن هم همینطور. باوچن هم موقعی که دبیرستانش تموم میشه پدرش میفرستتش ژاپن. الان حدود 5 سال بوده که اونم داشته توی ژاپن زندگی میکرده، داشته توی مدرسه تخصصی بازی‌های کامپیوتری
درس میخونده و اونم چیزی نمونده بوده که درسش تموم بشه. باچن هم مجبور بوده که یه کار نیمه وقت داشته باشه در کنار درس خوندنش و این دوتا به خاطر اینکه نمیخواستن هزینه هاشون زیاد بشه با همدیگه آپارتمان کرایه کرده بودن و داشتن تو اون آپارتمان زندگی میکردن. خلاصه این دوتا با همدیگه زندگی میکردن، سر کار میرفتن، دوستای مشترک داشتن، با دوستاشون تفریح میکردن و اولین کسی که متوجه میشه که دخترها ناپدید شدن دوست مشترکشون بوده که توی پرونده از هویتش نام برده نشده و به عنوان میس ای میشناسنش. میس ای با دوتا خواهرها خیلی دوست صمیمی بوده و تقریبا هر روز با هم دیگه در تماس بودن. 5 جولای 2017 میس ای مسیج میفرسته برای باولان، ولی باولان بهش جواب نمیده و این خیلی عجیب بوده به خاطر اینکه باولان همیشه آنلاین بوده و بلافاصله جواب مسیجشو میداده. حتی اگر مثلا یه نیم ساعت دیر میکرده بازم مسیج میداده، عذرخواهی میکرده به خاطر اینکه دیر کرده بوده، ولی تا شب طول میکشه و باولان جواب میس ای رو نمیده. میس ای میاد به باوچن مسیج میده و متوجه میشه که باوچن هم جواب مسیجش رو نمیده. میس ای خیلی نگران میشه و شروع میکنه با هر کسی که میدونسته ممکن از دخترها خبری داشته باشه تماس میگیره، ولی همه در کمال تعجب میگن که خبری از دخترها ندارن و حتی سر کار دخترها هم که زنگ میزنه متوجه میشه که دخترها سر کار نرفتن و خبر هم ندادن که سر کار نمیرن و این براش اصلا قابل قبول نبوده به خاطر اینکه دو دخترها حتی اگر نیم ساعت میخواستن سر کار دیر برن حتما زنگ میزدن و خبر میدادن و مطمئن بوده یک اتفاقی افتاده، مطمئن بوده که یک بلایی سر این دخترها اومده. به خاطر همین بلند میشه میره دم در خونه دخترها و محلی که این بچه‌ها داشتن توش زندگی میکردن یه محله خیلی شلوغ پلوغ بوده که پر بار و کافه و این چیزا بوده و آدمایی هم که توش رفت و آمد میکردن خیلی آدمای درستی نبودن و حدود ساعت 11 بوده که میس ای میرسه اونجا و آپارتمان دخترها تو طبقه 3 این ساختمون قرار داشته. میره پشت در، هر چقدر در میزنه کسی جوابشو نمیده. یه مدت خیلی طولانی اونجا وای میسته و هرچی در میزنه جوابشو نمیدن. میاد پایین با صاحبخونه روبرو میشه. برمیگرده به صاحبخونه میگه که کلید خونه دختره رو به من بده، من میخوام برم ببینم چه اتفاقی افتاده. ولی و صاحبخونه براش توضیح میده که اجازه این کارو نداره، میگه این کار خلاف مقرراته و من در صورتی میتونم این کارو بکنم که یا پلیس در جریان قرار بگیره و بیاد اینجا یا مدیرای ساختمون. میگه که اوکی اشکال نداره، بریم حداقل دوربینای مداربسته رو چک بکنیم، شاید یه چیزی توش ببینیم، یه چیزی دستگیرمون بشه. ولی بازم صاحبخونه بهش میگه که الان برو خونه، خسته استراحت کن، فردا صبح اگر دخترها پیدا نشدن پیگیری میکنیم. و اینجوری میشه که میس ای مجبور میشه برگرده خونه. فردا صبح ساعت 9:30 صبح که میشه صاحب خونه با میس ای تماس میگیره، بهش میگه بلند شو بیا اینجا، الان پلیس هم دارن میان اینجا. وقتی میس ای میرسه اونجا میبینه پلیس، مدیر ساختمان و صاحب خونه منتظرش ایستادن. وقتی میرسه همگی با هم دیگه در آپارتمان رو باز میکنن و میرن تو و میبینن آپارتمان کاملا تمیز، مرتب، دست نخورده و مشخص هستش که هیچ درگیری توش اتفاق نیفتاده، هیچ اتفاقی نیفتاده. انگار که این دوتا خواهر از خونه رفتن بیرون، شاید رفتن یک جایی برنگشتن. وقتی که قضیه رو به میس ای میگن، میگه نه، من محال ممکنه بتونم باور کنم که این اتفاق افتاده و من مطمئنم که این دوتا خواهر یه چیزیشون شده. خیلی اصرار میکنه که دوربینای مداربسته رو چک بکنن. اول نمیخواستن قبول کنن، پلیسا گفتن بابا اینا رفتن یه جایی برمیگردن، ولی میس ای میگه نه، من با توجه به شناختی که از دخترها دارم محاله که بی خبر گذاشته باشن رفته باشن. به خاطر همین میرن فیلمای دوربین و مداربسته رو چک میکنن و متوجه میشن که 5 جولای دوتا دختره با یه تعداد زیادی بگ خرید از این شاپینگ بگا برمیگردن آپارتمان و یه چند ساعت بعدم باوجن برای اینکه میخواسته بره سر کار از خونه میاد بیرون و الان باولان توی آپارتمان تنها هستش. حدود ساعت 1 بعد نصف شب که میشه، یک مرد مشکوک از طبقه 4 میاد طبقه 3 در حالی که صورتش رو با کلاه لباسش و ماسک پوشونده بوده. کلید میندازه و وارد آپارتمان میشه. معلوم نیست که تو آپارتمان چه اتفاقی میفته، ولی بعد از اینکه پسر از آپارتمان میاد بیرون کاملا پریشونه و این طرف اون طرفش رو نگاه میکنه که یه چیزی از توی لباسش میفته بیرون، یه چیزی مثل یه تیکه طناب که پسر هول میشه،
خم میشه، تنابو برمیداره، برمیگردونتش توی لباسش و توی 3-4 ساعت آینده چندین بار پسر از آپارتمان میره بیرون، برمیگرده. حتی یه بارم میره طبقه پایین که آب بخره. کلا رفتارهای خیلی خیلی مشکوکی نشون میداده. هلوهاش ساعت 5 صبح که میشه، باجن برمیگرده خونه، کلید میندازه، میره تو، در رو میبنده. یک مدت خیلی کمی که میگذره، در آپارتمان باز میشه بدون اینکه کسی از توش بیاد بیرون، دوباره بسته میشه. انگار باجن یه چیز تو خونه دیده، بعد میخواسته فرار بکنه ولی موفق نمیشه. روز 6 جولای میس ای متوجه میشه که خبری از دخترها نیست و از اون به بعد دیگه دخترها رو اصلا توی فیلم دوربین ها کسی ندیده بوده، کسی هم همینجوری دخترها رو ندیده بوده، یعنی کاملا ناپدید شده بودن. و پسر حدود ساعت 10 صبح از خونه میاد بیرون، در حالی که روی پیشونیش عرق نشسته بوده، مشخصه یکی از چشمهاش آسیب دیده، انگار که با یکی دعوا کرده باشه. یکی هم روی کولش بوده و میاد از جلوی دوربین ها رد میشه و از ساختمون خارج میشه. وقتی به اینجا میرسن، پلیس از همه میخواد که از اتاق برن بیرون. میس ای از آپارتمان نمیره، همونجا میمونه که متوجه میشه پلیس تقاضای بکاپ داده، آپارتمان دخترها رو به عنوان صحنه جرم میبندن و متوجه میشه که پلیس توی فیلم‌های دوربین مداربسته یه چیزهای خیلی بیشتری دیده که احتمالاً ربط داره به قضیه گم شدن دخترها. و چیزی که دیده بوده این بوده: فردا صبح اون روز، یعنی 7 جولای، پسر برمیگرده در حالی که یه تیشرت سفید تنش بوده و این دفعه صورتش رو نپوشونده بوده. به خاطر همین پلیس میتونن صورت پسره رو ببینن. میره توی آپارتمان و بعد از یک مدتی با 2 تا چمدون از آپارتمان خارج میشه، سوار ماشینش میشه و میره برای خودش از شهر بیرون. و تمام اینها توی دوربین‌های مداربسته جاهای مختلف میتونن ببینن و ردیابی کنن. تئوری پلیس هم این بوده که با اولان که توی خونه بوده، قاطع رفته سراغش، به قتل رسوندتش، خفش کرده، بعد نشسته منتظر باوجن رو هم که اومده اون رو هم خفه کرده، بعد هم هی رفته بیرون، اومده آپارتمان رو کاملا تمیز کرده و فرصتش هم داشته. بس هم بدتر میدونین چی بوده؟ زمانی که میس ای داشته دم در خونه در میزده، 2 تا دختر توی خونه به قتل رسیده بودن و قاتل رفته بوده وسایل بیاره برای اینکه اونجا رو تمیز کنه و دخترها رو جابجا کنه. یعنی اگر میس ای اون شب مونده بوده، 100% با قاتل روبرو میشده. و میس ای وقتی که این جریان رو میفهمه، انقدر میترسه که تا مدت‌ها با کابوس دست و پنجه نرم میکرده. پلیس تحقیقات خودشون رو بلافاصله شروع میکنن و اول از همه میرن سراغ کسایی که میدونستن کلید آپارتمان رو دارن، یعنی مدیر ساختمون و صاحب خونه. ولی خیلی زود متوجه میشن که اینا نه انگیزه‌ای داشتن برای این قتل، نه اصلا از لحاظ قد و هیکل و شمایل و ظاهرشون با اون مردی که توی دوربین‌های مداربسته فیلم و عکسش الان در دسترس پلیس بوده همخونی داشتن و مجبور میشن برن سراغ اطرافیان تا بیشتر تحقیقات کنن. از اون طرف مستر چن هنوز توی چین منتظر بوده تا یه خبری از دخترها به گوشش برسه. دستش هم به هیچ جای بند نبوده که متاسفانه پلیس یوکوهاما باهاش تماس میگیرن و میگن که دخترها ناپدید شدن و احتمال زیاد به قتل رسیدن و دنیا روی سر مستر چن خراب میشه، به خاطر اینکه داشته به این فکر میکرده که من بچه‌ها رو فرستادم برای درس خوندن، اگر من این کارو نکرده بودم الان اونا زنده بودن. و باورم نمی‌کرده، به خاطر که به پلیس میگه بابا اینا تا روز قبلش داشتن با من با تلفن صحبت میکردن، اینا رفته بودن مسافرت، چطور ممکنه یهو به قتل برسن؟ اصلا کی انگیزه اینو داشته که بخواد این 2 تا دختر رو به قتل برسونه؟ به خاطر که 2 تا دختر خیلی مهربون و دوست داشتنی بودن، با کسی کاری نداشتن اصلا. چرا یه نفر باید پیدا بشه که بخواد اینا رو به قتل برسونه؟ و سوال خوبیه. اگه انگیزه قاتل پیدا بشه، خیلی راحت میتونن پیداش بکنن. یکی دیگه از کارهایی که پلیس رو برای تحقیقات انجام میدن این بوده که میرن سراغ تمام مردایی که داشتن توی آپارتمان زندگی میکردن، ولی هیچ کدوم از مردها ظاهرشون با مردی که توی دوربین ها بوده یکی نبوده. به خاطر همین دست از پا دراستر مجبور میشن برن سراغ همکارا و دوستای دخترها، ازشون تحقیق کنن. تا اینکه توی تحقیقات این هست کسایی که توی محل کار با اولان کار میکرده برمیگرده به پلیس میگه که من این مرد رو میشناسم،
این مرد یکی از مشتریهای رستوران خودمونه و با اولان دوست بودن با هم دیگه، ولی یک رابطه پیچیده داشتن. نمیتونم بگم عاشق و معشوق بودن، ولی الان یه مدت خیلی طولانی بود که با هم دیگه دوست بودن. مردی که شناسایی شده بوده تاتسویا ایواساکی 39 ساله بوده که به عنوان دیسپچ ایمپلوی کار میکرده. این یه کار خیلی مرسومه توی ژاپن و اینجوری هستش که به جای که یک نفر بره مستقیما با یک شرکت یا یک کمپانی قرارداد بنویسه با عنوان کارمند براشون کار بکنه، میره با یک شرکت سومی قرارداد میبنده و اون شرکت سومه میفرستتش این طرف و اون طرف برای کار کردن. و ایواساکی کارش اینجوری بوده، از طرف یک شرکت دیگه فرستاده میشده برای کار کردن. و این شغل عملا شغلی نیستش که امنیت شغلی داشته باشه یا اینکه درآمد خوبی داشته باشه. پلیس عکس ایواساکی رو در اختیار رسانه‌ها قرار میده به این امید که شاید یک نفر بتونه یک خبری ازش بده به پلیس یا اینکه شناساییش بکنه، ولی عوض این که بخوان اطلاعات خوبی به دست بیارن، اطلاعات عجیب غریبی به دست پلیس میرسه. مثلا یه عده به پلیس زنگ میزنن میگن که این آدم خیلی وقت دیگه سر کار نمیره، یه عده زنگ میزنن میگه که این آدم عادت داشته با بچه‌ها ازدواج میکرده، یه عده زنگ میزنن میگن نه بابا این اصلا مجرد ازدواج نکرده. و این باعث میشه که تحقیقات پلیس رو خیلی قاطی پاتی بکنه، به جای اینکه یک روند مستقیمی دست بگیرن بتونن برن، خیلی قاطی میشه همه چیز. چیزی که مشخص بوده طبق گزارش همکارای دخترها، ایواساکی تقریبا 5 ساله بوده که با اولان رو میشناخته، با همدیگه بیرون حتی میرفتن، خارج از رستوران قرار میذاشتن. با اوچن هم دوست شده بوده از وقتی که با اوچن اومده بوده به چین و اینجوری بوده که اینا با همدیگه رابطه خوبی داشتن، خیلی با هم دیگه دوستای خوبی بودن و خیلی به دخترها کمک میکرده، حتی بهشون توی هزینه تحصیل و هزینه زندگی هم داشته کمک میکرده، یعنی به دخترها پول میداده. ایواساکی از همون اول کلید آپارتمان دخترها رو داشته و یه عده حتی میگن که اینا در مورد ازدواج هم با هم دیگه صحبت کرده بودن. و 3 روز بعد از مفقود شدن دخترها ایواساکی دستگیر میشه، ولی از همون اول برمیگرده میگه که من هیچ خبری از دخترها ندارم، ولی انقدر مدرک وجود داشته که بخوان به ناپدید شدن دخترها ربطش بدن. از همه مهمتر فیلمای دوربین مداربسته بوده و فیلمای دوربین مداربسته که بیرون ایواساکی رو نشون داده که 2 تا چمدون گذاشته توی ماشین و از در ساختمون دخترها رفته. ولی از اونجایی که خود ایواساکی اعتراف نمیکنه، پلیسا سعی میکنن رد ماشین رو بزنن و بالاخره موفق میشن که اجساد دخترها رو همون جایی که بهتون گفتم توی یک جاده متروکه کوهستانی جنگلی پیدا کنن. اخبار پیدا شدن اجساد بلافاصله رسانه‌ای میشه، مردم چین و ژاپن کاملا درگیر این پرونده میشن و خیلی براشون وحشتناک بوده که این اتفاق برای 2 تا مهاجر افتاده و جوری میشه که مردم شروع میکنن به اعتراض کردن و خواهان اشد مجازات برای قاتل بودن و مردم شروع میکنن به تئوری دادن. یه عده میگفتن که ایواساکی میخواسته با اولان رو به قتل برسونه و باوجن توی زمان و مکان اشتباه قرار گرفته، به خاطر همین اون هم به قتل رسیده. یه عده میگفتن نه ببین با اولان رو، یه عده میگفتن نه ببین ایواساکی نقشه قتل هر 2 تا خواهر رو با هم دیگه کشیده بوده، به خاطر همین هم بوده که منتظرش ایستاده بوده که تو اون بیاد. و میشه گفتش که با توجه به فیلم دوربینای مدار بسته تئوری دوم مردم منطقی تره. ولی فعلا انگیزه قاتل هر چیزی که باشه، مهم این هستش که خانواده چند تا دخترشون رو از دست دادن و 5 روز بعد از پیدا شدن اجساد بالاخره موفق میشن که ویزا بگیرن و بلندشن بیان اونجا و خواستار مجازات قاتل بشن. از روزی که ایواساکی دستگیر میشه 3 روز تحت بازجویی شدید قرار میگیره، تا اینکه در نهایت روز 3 یه چیزی میگه که بازپرسا این شکلی میشن، پوکر فیس میشن، اصلا مونده بودن که آخه این چه اعترافی. آخه ایواساکی میگه ببینید من قبول دارم چمدونا رو من از خونه بردم بیرون، ولی دخترها خودشون خواستن برن توی چمدون و بازپرسا اینجوری بودن. جان میگه بذارید من براتون تعریف کنم که چه اتفاقی افتاده. با اولان ویزای دانشجوییش داشته تموم می شده و از اونجایی که بعد از اینکه ویزای دانشجوییش تموم بشه باید ویزای کار می گرفته و مشغول به کار می شده و هنوز نتونسته بوده یک کاری پیدا کنه که بتونه باهاش توی ژاپن بمونه و با عنوان پیشخدمت داشته کار میکرده و نمیتونسته با عنوان پیشخدمت توی ژاپن باقی بمونه و با اوچنم یواش یواش داشته ویزاش تموم میشده. این 2 تا یک تصمیمی با هم گرفته بودن. تصمیم گرفته بودن که ناپدید شدن خودشون رو فیک کنن
و بعد از اینکه اسمشون توی سیستم افراد گم شده ثبت بشه اینا برگردن و یه مدتی بگردن دنبال کار و بتونن ویزای قانونی بگیرن. یه وقتی که این تصمیم گرفتن با من در میون گذاشتن به خاطر اینکه من آدم مورد اعتمادشون بودم و این تصمیم یک تصمیم ریسکیه. هر کسی میدونه که اگر بره توی چمدون چجوری قرار زنده بیاد بیرون، به خاطر که چمدون درش از بیرون بسته میشه، از تو باز نمیشه، اونجا هوا نیست، جا تنگه، 100% آدم خفه میشه، نفسم هم الان داره میگیره. چطور ممکنه تو دختر فکر کنن که اینجوری میخوان خودشون رو ناپدید کنن؟ میگه بعد از اینکه قرار مدارمون رو گذاشتیم دوتاشون رفتن توی چمدون، منم چمدون رو بردم اونجایی که قرار بوده ول کردم و بعد برگشتم. کی باور میکنه همچین چیزی رو؟ شما باور میکنید؟ من فکر کنم اگه این قضیه رو برای یک بچه 2 سالم تعریف کنم اون بچه باور نکنه. راستی ایواساکی میگه خود دخترها با پای خودشون وارد چمدون شدن و یعنی آدم باید عقلش کار نکنه اگه بخواد همچین کاری بکنه. ولی گزارش پزشکی قانونی خلاف ادعای ایواساکیه. طبق گزارش پزشکی قانونی دخترها به شدت آسیب دیده بودن و قبل از اینکه وارد چمدون بشن به قتل رسیده بودن، خفه شده بودن. یعنی خفگیشون در اثر کمبود اکسیژن نبوده، رد طناب دور گردنشون بوده و این به اضافه فیلم‌های دوربین مداربسته که هیچ وقت برگشتن دخترها رو ثبت نکرده بوده باعث میشه که تمام ادعاهای ایواساکی از بیخ و بن رد بشه. 1 ماه بعد از این قضیه مراسم تدفین دخترها توی خود یوکوهاما برگزار میشه و از اونجایی که ادعای ایواساکی خیلی عجیب غریب بوده و عملاً هم به قتل اعتراف نکرده بوده، پلیس باید میگشتن یک مدارک خیلی بیشتری پیدا میکردن. یکی از این مدارک توی تلفن همراه ایواساکی بوده. ایواساکی قبل از این اتفاق بارها و بارها سرچ کرده بوده که چطوری میشه صحنه قتل رو تمیز کرد، چطوری میشه از دست پلیس فرار کرد. از اون طرف تمام ایمیل دخترها و ایواساکی، تمام مسیج‌ها، همه چی رو شروع میکنن به چک کردن و یواش یواش انگیزه اصلی ایواساکی مشخص میشه. اینکه ایواساکی ادعا کرده بوده که ویزای دخترها داره اکسپایر میشه کاملا درسته. تقریبا تا جایی که من میدونم توی، حالا نمیگم همه کشورها، میگم بیشتر کشورها، غیر از اینکه بخوای با ویزای کار توی اون کشور اقامت بگیری و بتونی بمونی، بهترین و سریعترین راه ویزای ازدواجه با یک شهروند اونجا. و دخترها که میخواستن اونجا بمونن بهترین کاری که میتونستن انجام بدن ازدواج با یک مرد ژاپنی بوده. با توجه به این قضیه پلیس حدس میزنه که اینها در مورد این قضیه با ایواساکی صحبت کرده بودن، ولی از اونجایی که فاصله سنی باولان و ایواساکی 14 سال بوده به نظر نمیرسیده که باولان واقعا بخواد ازدواج کنه که زندگی کنه. احتمال میدادن که میخواسته از ایواساکی استفاده بکنه برای اینکه اقامت ژاپن رو بگیره و بتونه توی ژاپن قانونی زندگی بکنه و اینجوری بوده که اومده از ایواساکی سوء استفاده کنه و این باعث میشه که ایواساکی خیلی عصبانی بشه، به خاطر که قبلا هم داشته خرج دخترها رو میداده، الان هم میخواستن اینجوری ازش سوء استفاده کنن. و از همه بدتر اینه که 1 روز قبل از اینکه به قتل برسونتشون، گفتمتون که توی دوربینای مداربسته با یه سری شاپینگ بگ اومده بودن تو و به باباشون هم گفته بودن که مسافرت بودن. ایواساکی متوجه میشه که اینا با دوستشون رفتن مسافرت و قضیه رو بهش نگفتن و ایواساکی به خودش میگه که اینا فقط دارن از من به عنوان یک وسیله استفاده میکنن، یه وسیله که از من پول بکشن، با هم ازدواج کنن که اینجا بمونن و هیچ دوست داشتنی وسط نیست و خب خیلی عصبانی میشه. البته که حق داشته عصبانی بشه ولی حق نداشته دست به قتل بزنه. در نهایت از اونجایی که ایواساکی میبینه که با احساساتش بازی شده تصمیم میگیره که نقشه قتل دخترها رو بکشه. صبر میکنه که با اوجن بره سر کار، با اوجن یا با اوچن، حالا اسمش هر دفعه یه جایی خیلی فرقی نمیکنه. صبر میکنه که با اوچن بره سر کار، بعد میره توی آپارتمان در حالی که باولان تنها بوده، با هم دیگه دعواشون میشه، درگیر میشن، باولان رو با طناب خفه میکنه، منتظر با اوچن میمونه، همین کارو با اوچن هم انجام میده. بعد از آپارتمان میره بیرون و فردا برمیگرده. دیگه خیالش هم راحت بوده که کسی پیگیرش نمیشه که بخواد سر و صورتش رو بپوشونه و اینجوری بوده که میاد جسد دخترها رو میذاره توی چمدون، بعدم اونجا رو تمیز میکنه، چمدون رو میبره به خیال خودش سر به نیست میکنه. 1 سال بعد تو سال 2018 دادگاه برگزار میشه و دادستان
از همون اول تقاضای اعدام داشته برای ایواساکی. میگه که نه تنها 2 دختر جوان رو به قتل رسونده، بلکه اعترافم نکرده و کاری که کرده باعث شده که مردم 2 کشور به شدت عصبانی بشن و به خاطر همین و به خاطر اینکه اصلا احساس پشیمونی هم نمیکنه درخواست اعدام براش میده. ولی وکیل ایواساکی نظر دیگه ای داشته. میگه که 2 دخترها خودشون میخواستن ناپدید بشن و ایواساکی فقط بهشون کمک کرده که فرار کنن. این که این 2 نفر توی چمدون مردن به ایواساکی هیچ ربطی نداره. 2 هفته دادگاه طول میکشه و در نهایت به ایواساکی فقط 23 سال حبس میدن. دادستان به این حکم اعتراض میذاره. از اون طرف وقتی مردم خبردار میشن که این حکم رو به ایواساکی دادن، خیلی عصبانی میشن، اونا هم شروع میکنن به اعتراض کردن و اینجوری میشه که دادگاه دوم تشکیل میشه. یعنی پرونده فرستاده میشه به دادگاه عالی. توی چین برای قتل عمد 100% اعدامه، ولی قضیه ژاپن فرق داره. ژاپن یکم اتموتومیان، یعنی همینجوری حکم اعدام نمیدن. دادگاه اولی اعتقاد داشتن که آقا این آدم از اونجایی که قتل رو با چاقو انجام نداده، پس خیلی نیازی نیستش که بهش حکم اعدام بدیم، دلیل غیر قابل قبولیه. ولی توی دادگاه عالی که برگزار میشه میگن که اوکی، این به خاطر اینکه آدم کشته و اصلا فرقی نداشته که اومده با طناب دخترها رو خفه کرده یا اینکه میخواسته با چاقو بکشتشون، فرق نمیکنه، بالاخره قتل انجام داده، اونم نه 1 2 تا، اونم به چه انگیزه‌ای؟ به خاطر اینکه احساساتش جریحه دار شده. و الان قتل با طناب هم به اندازه قتل با چاقو وحشیانه هستش. به خاطر همین قاضی دادگاه عالی حکم دادگاه اولی رو رد میکنه. میگه این حکم خیلی خیلی ملو و ملایم و سبک بوده و اینجوری میشه که در نهایت توی جولای 2021 به ایواساکی حکم حبس ابد میدن. ایواساکی به حکمش اعتراض میکنه، ولی خدا رو شکر اعتراضش رد میشه و ایواساکی مجبوره توی زندان بمونه. نمیدونم امکان آزادی مشروط داره یا نداره، ولی احتمال میدم چون 2 قتل انجام داده باشه آزاد نشه. خب اینم از پرونده امروز. مرسی تا اینجای پرونده همراه من بودین. دوست دارم نظراتتون رو بدونم. آیا حق داشته این کارو بکنه یا نه؟ قطعا حق نداشته، قطعا، حالا اینکه با احساساتش بازی شده یا نه، ولی واقعا حق نداشته که جون 2 دختر بگیره. در نهایت میگفته که من نیستم دیگه، خودشون میکشته کنار و هر حال اون 2 میخواستن بمونن، میگشتن دنبال یک راه دیگه. ولی خب به هر حال این کار کرده دیگه. نظرتون در مورد حکم دادگاه به هم بگین. من که با حکم دادگاه موافقم. شما چی؟ دوست داشتید اعدام میگرفته یا همین حبس ابد خوبه؟ ولی همینقدر که اون 23 ساله کنسل شد به نظر من خیلی خوبه دیگه. این که حرفی ندارم، همین، هیچی، چیزی ندارم بگم، واقعا حرف ندارم بگم. اگه تا اینجای ویدیو اومدید سابسکرایب نکردی حتما دکمه سابسکرایب رو بزن. لایک و کامنتات به من خیلی انرژی میده. آخر این ویدیو 2 پرونده دیگه برات میذارم، اگه ندیدی حتما برو ببین. خودم جدیداً دارم میرم پرونده های پایینی رو براتون ساجست میکنم که برید اونا رو ببینید. اگر احیانا ندیدید ببینید، برام یه لایکی، کامنتی، چیزی بذارید. اگرم که دیدینشون خودتون بین اون پایین ماینا اون ویدیوها رو بذارید رو اولدست، ویدیوهای پایینی، ویدیوهای قدیمی میان بالا، برید اونا رو ببینید. یه لایک کامنت اونجا برام بذارید، خیلی ممنونتون میشم. اگرم چنل رو به دوستاتون معرفی کنید که دیگه عالی تر میشه. ضمن بچه‌ها آدرس پیج اینستاگرامم براتون توی دیسکریپشن میذارم، بیاید اونجا رو هم حتما فالو کنید که اونجا هم با هم دیگه در تماس باشیم. دیگه خیلی حرف زدم. مراقب جلوتون خیلی باشید. میدونین دوستتون دارم. توی ویدیو بعد میبینمتون. فعلا. و الانم یک 6 ماهی بوده که درسش تموم بود. واه